سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. امروز با یه آموزش دیگه، آموزش بورسیه از کشور مجارستان در خدمتتون هستیم. بورسیه که امروز بچه‌ها می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، بورسیه فولفاند دانشگاه CEU مجارستان یا سنترال اروپیان یونیورسیتی است که برای مقاطع لیسانس ارشد و دکترا ارائه میده. بچه‌ها پوشش این بورسیه برای مقاطع ارشد و دکترا خیلی عالی است و تقریبا هزینه شما رو به صفر می‌رسونه. و برای لیسانس هم مقدار خیلی زیادی از هزینه‌های دانشگاه و زندگیتون کم میشه و بازم هزینه‌هاتون به سطح خیلی پایین میرسونه، ولی برای ارشد دکترا شاید به صفر هم حتی برسونه چون پوشش خیلی عالی داره. بچه قبل از اینکه این بورسیه رو بخوایم شروع کنیم، من دوباره چون ممکنه این ویدیو رو بچه‌ها که من جدید بکنن، دوباره ازتون بچه‌ها خواهش میکنم اگر براتون مطلوبه هم بچه‌ها پیج اینستاگرام رو فالو کنید، هم یوتیوب رو سابسکرایب کنید. چون من بچه‌ها این باعث انگیزه بیشتری داخل من میشه که من براتون آموزش ها و فرصت های کاری بیشتری رو ارائه بدم بذارم و شما لذت ببرید. و مخصوصا بچه‌ها پیج اینستاگرام مهمه، چون من شاید یک روز مثلا نتونم تو یوتیوب آموزش بذارم. برای همین ویدیو بچه‌ها خدا شاید چند بار الان اینترنت من قطع شده و من دارم دوباره از اول ماجرا رو ریکورد میکنم و ممکنه این اتفاقا بیفته و من دیگه نتونم چیکار کنم و بتونم سریع حداقل اطلاعات رو پیج اینستاگرام بذارم. برای خانم بچه‌ها پیج اینستاگرام فالووراش خیلی کمه و من میگم برای کی این پست رو مثلا بذارم. اگه حمایت کنیم واقعا خیلی ممنون میشم و فکر نمی‌کنم کار خاصی هم باشه و اه، خیلی راحت بچه‌ها از آموزش‌های رایگان برخوردار میشیم. و یه چیزم بچه‌ها اینو که میدونید تو هر ویدیو من گفتم بازم میگم، ما یه قرعه کشی بچه‌ها داریم موقعی که تعداد فالوورهای اینستاگرام به 100 نفر برسه و تعداد یوتیوب سابسکرایبر یوتیوب هم به 100 نفر برسه، حالا هر کدومش برسه. و اگه دوتا هم برسن که طبیعتا تو هر دوتا قرعه کشی میکنیم. وقتی این دوتا بچه‌ها به 100 نفر برسن، یعنی حالا ممکنه یکیش دیرتر برسه که زودتر، اشکال نداره، ما اون که رسیده به 100 نفر رو قرعه کشی انجام میدیم تا بعد 15 نفر از این 100 نفر انتخاب بچه‌ها میشن. یعنی مثلا 100 نفر تو اینستاگرام هستن، 100 نفر تو یوتیوب. 15 نفر از اون اینستاگرامی ها، 15 نفر از یوتیوب تو قرعه کشی برنده میشن بچه‌ها. و ما تمام کارهایی که لازم هست برای اپلای و بورسیه، تمام خدماتی که نیاز دارن رو رایگان براشون انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی رزومه، توصیه نامه و انگیزه نامه‌شون رو رایگان بچه‌ها می‌نویسیم. خیلی مهمه، یعنی هیچ هزینه نیاز نیست بکنن و خیلی استاندارد، چون بچه اینا رو استادای دانشگاه های خیلی خوب می‌نویسن. الان اینا رو استادای که همکاری دارن می‌نویسن و خودتون دیگه وقتی نگاه کنین به فرمت ماجرا و اه، نوع نگارشی که نوشتن بچه‌ها براتون به کار رفته، متوجه میشین که این کار یه آدم کاملا حرفه‌ای بوده. و حالا اگه یه نفر تو هم اینستاگرام فالو داشته باشه پیج، هم تو یوتیوب سابسکرایب داشته باشه و هر دوتا برنده بشه، اشکالی نداره. دو تا بلیت داره، یکیش دو بار برنده شده، میتونه یکی دیگه از دوستاش یا اگه برادر خواهری داره اونم میخواد خدمات اپلای رو انجام براش بدیم، میتونه اونو معرفی کنه. گیرم مثلا بچه‌ها انسان هم کارش نباشه، کارش مثلا 4 سال دیگه 2 سال دیگه باشه، مثلا داره درس میکنه، اشکال نداره، این میمونه این فرصتی که داره. پس اگه بچه‌ها هر دو تا رو سعی کنیم فالو و سابسکرایب کنیم، دو تا شانس انگار داریم. چون نهایتا بین 200 نفر قرعه کشی میشه و 30 نفر انگار انتخاب میشه، چون هر 100 نفرشون 15. خب خیلی معذرت میخوام بچه ها باز دوباره اگه این گفتم، چون ویدیو ممکنه بچه های جدید ببینن و من دیگه باید این شرایطی که وجود داره رو برای همه توضیح بدم دوباره. دیگه بدون فوت وقت بچه ها بریم سراغ بورسیه. اه، بورسیه بچه ها خب هر سال این دانشگاه بورسیه رو ارائه میده و فرصتش بچه ها تا 15 اگه اشتباه نکنم بهمن 16 بهمن 1403 هست. پس خیلی وقت داره که شما بتونید مدارکش رو آماده کنید، کاملا آماده برای این بورسیه باشه. و پیشنهاد منم اینه بچه ها، نذارید خیلی برسید به آخر ددلاین و مدارکتون رو بذارین برای بررسی. سعی کنید مثلا یه فرصتی، حالا مثلا 1 ماه، مثلا 20 روز مونده به مثلا حالا پایان ددلاین، چون مخصوصا ددلاین این بورسی دیگه خیلی بچه طولانی میرسید. یعنی مدارکتون رو بذارین، مثلا نیاین روز آخر مثلا 4 فوریه 2025 وقت هست این بورسی، یعنی ماه دوم سال 2025. نه یا دیگه بچه روز آخر مدارکتون بزنید، حالا نه که بررسی نمیشه مشکل براش پیش میاد، ولی بهتر است. این چیزی که
همه متفق ندارن ببره، حالا مثلا 20 روز حداقل یک ماه مونده مثلا دیگه به پایان ددلاین و اینا، یا حداقل دیگه 2 هفته مدارکتون رو گذاشته باشین. خب بچه‌ها دیگه مدارک چیه؟ مدارک پرداخت 100% شهریه هست، یعنی هیچ شهریه‌ای برای بابت دانشگاه نمیدین برای مقاطع ارشد و دکترا، و یه حقوق مالیانه بهتون میدن که برای کارشناسی ارشد رنجش 750 تا 1000 یورو و برای دکترا 1880 یورو. پول بیمتون رو بچه‌ها میدن، میگم هیچ پولی انگار نمی‌کنید، برای خوابگاه رایگان هم بهتون میدن. شاید حالا یه خوابگاه خیلی ممتاز یا خیلی دانشگاه داره، شاید یه هزینه جزئی بابتش بگیر بهتون ارائه بده، ولی خب تقریبا شاید رایگان پاتون بیفته. و اولویت هم با ارشد و دکترا هست، یعنی اگه این بچه ها کامل سازماندهی شدن به لیسانس رسید، لیسانس هم شاید بده، ولی فعلا این برای ارشد دکترا است. ولی اگه رزومه شما خیلی خوب باشه بچه ممکنه مثلا لیسانس این ولی رزومتون خیلی خوب باشه لیسانس درخواست نمیده، هم خوابگاه بتونه هم امتیازهای دیگه بتونه. مثلا اه، من شنیدم تا 50% هم به بعضی از بچه ها لیسانس رو شهریه تخفیف دادن. پس این چیزا هم بچه ها هست برای بچه ها که رزومه خیلی خوبی دارن و توانایی خیلی خوبی دارن، میرن تو دانشگاه نفرهای برتر میشن. و برای مقطع لیسانس بچه‌ها این بورسیه چجوریه؟ میاد سالی ممکن تا یعنی سقف 3500 تا 5000 یورو بهتون بابت کمک هزینه همین شهری دانشگاه و زندگی میده. خب یعنی چیه؟ یعنی مثلا با توجه به توانایی و رزومه‌ای که داریم تا سقف 3500 تا یا 5000 یورو رو ببخشید میتونید دریافت کنید، و حالا ممکنه از 0 یورو باشه یا تا 3500. حالا دیگه نورمالی 3500 تا هست که معمولا قسطی هم بچه‌ها بتونن مثلا یه سال اینقدر، 2 سال، سال دوم اینقدرشو میدن. ولی میگم خیلی بستگی به رزومتون و این بیاد خوششون بیاد از شما، خیلی هم بیشتر هم ممکنه حمایتتون بکنن. و مراکش هم که بچه این دانشگاه خوبیه تو مجارستان، و مراکش هم معتبر و امتیازات خودش داره که میتونید برین شما با مراکش تو اروپا کار کنید، نخواستین بیاین ایران کار کنید، یعنی فرصت کاری هم داریم درش. و مراکش خیلی معتبر خوبی داره، چون مجارستان هم بالاخره جزو کشورهای اروپایی هست و مزایاشون رو داره. شرایطش بچه‌ها و مدارک لازم چیه؟ نگاه کنید طبیعتا ملیت غیر مجاری که جزش هست، یعنی اینکه یه چیز واضحه، آخرین مدرک تحصیلیتون رو باید ترجمه کنید بچه‌ها، زبان انگلیسی، پاسپورتتون میخواد، رزومه خوب میخواد، و بیانیه شخصی یا اسوپی که تقریبا به نظر من خیلی مشابه با انگیزه نامه، و پیشنهاد تحقیقاتی که این برای دکترا لازم هست البته. ولی برای ارشد بچه‌ها اگر سعی کنید چیزی که تو سایت خودش هم نوشته یه ترکیبی از اینا داشته باشه، یعنی هم اسوپی باشه هم انگیزه نامه باشه، این چیزی که نیست هم داخل پیشنهاد تحقیقات گنجیده شده باشه، خب این طبیعتا چیز خیلی پر امتیازی براتون حساب میشه. و ما اون قسمت به جز تحقیقاتی که با خودتون هست، البته ما میتونیم براتون تحقیقاتی بنویسیم ولی پیشنهادمون حالا اینه که خودتون اگه طرح خوبی دارین خودتون بنویسین میتونیم، ولی سایر خدمات یعنی همین اسوپی و انگیزه نامه و رزومه اینا رو ما بچه‌ها اگه بخواین ما میتونیم براتون انجام بدیم. و اگه کسی عجله داره بازی میکنم شاید هم تو قرعه کشی برنده شدید که دیگه همه چیتون رایگان در بیاد. احتمالاً قرعه کشی نماش میشه 2 3 ماه دیگه، چون شاید 1 ماه دیگه، اصلا شاید 1 ماه دیگه، چون داره فکر کنم به 3 نفر میرسه دیگه تا 1 ماه. و بس از سایر چیزایی هم که میخواد سوابق کاری است، پس اینو گفتم اگه سعی کنید ترکیب از اینا میتونید به نفعتونه، ولی برای لیسانس که همین اسوپی کافیه، برای ارشد همین اسوپی یا انگیزه نامه، و این کافی، این واجب نیست برای بچهای ارشد، ولی خب اگه داخل باشه، داخل گفتم ترکیب از این دو تا باشه امتیاز بیشتره هم. سوابق کاری هست که اگه داشته باشین باز امتیازه ولی واجب نیست. و مقاله و هر چی افتخار بچا کسب کرده باشین تو رزومتون نوشته باشین و واقعی باشه، البته نه که دروغ نیست، چون ازتون میخوام. و هر چی افتخار کسب کرده باشین مدرک شادباخانه اینا داشته باشین، آپلود کنین تو سایت و اینا بچا امتیاز بیشتری به شما داره. ولی هیچ کدام از اینایی که دارم میگم واجب نیست. البته مثلا برای دکترا لازمه که یه تحقیقاتی داشته باشه طبیعتا، کسی که میخواد برای دکتر درخواست بده. برای ارشد اینا لیسانس اصلا واجب نیست ولی امتیاز داره. من که زمان بچه ها اگر کورسی که خوندیم مثلا لیسانستون رو رفتین از یک کشور خارجی خوندیم و مثلا به زبان انگلیسی بوده، اصلا نیاز به مدرک زبان انگلیسی نداریم. ولی اگر اکثر بچه‌ها که تو ایران خب به زبان فارسی درس می‌خونن باید به مدرک زبان انگلیسی داشته باشن. آیلتس هم هست و تافل، فقط این دوتا بچه، غیر از این نمیشه. مثلا اگه دولینگو داریم اینا متاسفانه قابل قبول نیست، ولی خب یه راهایی داره. مثلا اگه کسی دولینگو داره که نمرش هم میدونه خوبه،
میتونه مثلا تازه هم مدرک رو تقریبا مثلا گرفته، میتونه به اه، ایمیل واحد بین‌المللی دانشگاه اه، ایمیل بزنه و شرایطش رو بگه. من مطمئنم بهش کمک میکنم، یعنی اگر خوب توضیح بده و شاید بتونه مثلا مدارک دیگه معادلم ازش قبول کنم. ولی خب فعلا که شرایط آیات تافل است. سلامت، در سلامت کامل سعی کنیم با، یعنی سلامت کامل باید داشته باشیم بچه ها. و سایر مدارک هم که گفتم همین چیزایی هست که حالا امتیاز و اینا حساب میشه. و ممکنه بعضی از رشته ها، حالا همه نیستن، بعضی از رشته ها بچه ها هستن، ممکنه مثلا بزنید این اپلیکیشنتون، اون ممکنه یه مدرک خاص ازتون بخواد، مثلا میگه با آزمون جی آر ای داده باشی فرضاً اون رشته مثلا شاید یه سری مدارک دیگه بخواد، برای من ارائه سایر مدارک در صورت نیاز. و این همه رشته ها مثلا بعضی رشته ها و فرم درخواستشون هم دیگه باید تکمیل کنید و ارسال کنید. ددلاینش هم که بچه‌ها بهتون گفتن که دانشگاه از الان، از خیلی وقته، یعنی 2 هفته 3 هفته از شروع کرده به ثبت نام و تا 16 بهمن 1403 وقت داریم بچه‌ها. وقت خوبیه که واقعا چیاتون آماده کنیم و اینم بورسیه خیلی خوبیه. و شروع درستون هم سپتامبر 2025 هست، یعنی تابستون شهریور ماه است. 404 درستون شروع میشه سال دیگه این موقع شهریور. و نگاه کنید دانشکده‌هایی که ارائه میدن رشته مختلف و این که نوشتن گروه، نه اینکه مثلا فقط رشته علوم سیاسی، نه، شما کلیک میکنید اونجا مثلا علوم سیاسی میزنید، مثلا این 4 رشته مختلف رو برای ارشد مثلا تزی مجموعه این گروه ارائه میده. گروهایی که ارائه میدن اینا گروه ان بچه‌ها، گروه علوم سیاسی از علوم شبکه و داده، از ریاضیات، از مطالعات ناسیونالیسم، روابط بین الملل و دیگه همینجوری که خودتون میدونید الی آخر. و نمیدونم مهندسی ها بچه‌ها داخلش هست یا نه. شاید مثلا این مهندسی کامپیوتر پوشش میده احتمالاً. رشته علوم سیاسی و علوم اجتماعی که حتما پوشش داده شدن و زبان اصلا مشخص، تاریخ و همه چی. و دیگه خودتون بچه‌ها بیاین چک بکنید، بیاین مثلا این رشته هاشو بزنید دانشگاهش ببینید چه رشته داره، احتمالاً رشته‌ای داری که الان دارم. و آموزشش هم که همین الان داریم ضبط می‌کنیم می‌ذاریم تو یوتیوب خدمت. خب این از بچه‌ها اینستاگرام بود که اگرم نبود اینستاگرام چه حمایت کنید خیلی ممنون می‌شم. بریم سراغ بچه‌ها سایت این دانشگاه و اصلا باید چیکار کنیم، چجوری با ثبت نام کنیم. بچه‌ها سایت این دانشگاه آرسش خیلی آدرس ساده و خوبی داره. CEU، یعنی هم مخفف اسم دانشگاه، Central European University .edu. آدرسش رو دقت کنید CEU.edu. وارد این صفحه بچه‌ها میشیم وقتی آدرس درست وارد کنید. این اپلای بچه‌ها اینجا می‌بینید که دورش یه کاد کشیده، اینو کلیک کن. وقتی وارد این سایت شدین این اپلای رو بزنید. به یه همچین صفحه بچه ها میرسیم که همین توضیحاتی که من دادم اون نوشته چیا میخواد و مثلا نگاه کنید. نوشته که آقا اثبات زبان انگلیسی برای مثلا ارشد بچه ها نوشته، برای لیسانس هم نوشته، برای ارشد دکترا و برای کاندیدای لیسانس نوشته، مثلا نوشته تافل آی بی تی مثلا بچه ها اون هوم ادیشنش مثلا این نمرات با دکترا 100 داشته، چون من ارشد و لیسانس 80 داشته. و آیلتس هم بچه ها نوشته دیگه، آیلتس هم نوشته مثلا این نمرات، اینا رو باید داشته باشید. و دیگه حالا آزمونایی که خودشون قبولن بچه‌ها. ظاهرا دولینگو هم قبول داره. حالا من اونجا بر اساس پارسال که نوشتم میدونستم پارسال این نداشت. الان ظاهرا بچه‌ها دولینگو هم قبول داره، ولی با این شرط گفتم نباید مدت زیادی گرفته باشه. مثلا مدارک دیگه بچه‌ها تو 2 سال هم جا داره آیلتس کنه، ولی دولینگو نباید قدیمی تر از 1 سال باشه. یعنی شما اگه دولینگوتون رو قبل از 1 سال گرفتین میتونید بچه‌ها برای این بورسیه، یعنی هنوز 1 سال از عمر زمان که آزمون دارین نگذشت، میتونید برای این بورسیه با دولینگو هم اقدام کنید، ولی به شرطی که نمره 120 رو داشته باشین اگه برای لیسانس یا ارشدتون و 130 برای دکترا. و خیلی مدارک دیگه نگاه کنید، مدارک دیگه هم داره مدارک زبان. این شرایطش هست که میتونید دیگه اینجا مطالعه کنید. اگه بلدن بچه‌ها نیستین زبان انگلیسی، نگاه کنید کلیک می‌کنید خیلی راحت ترنسلیت تو فارسی میکنه زبانو. اگرچه فارسی دست باشه که هست، ولی شما تقریبا متوجه میشی چی گفته و دیگه خودت میفهمی این منظورش چی بوده. و بعد دیگه شرایط دیگه بچه‌ها نگاه کنین، مثلا نوشته توصیه نامه میخواد، باید کامل کنه اپلیکیشن فرم. همون بچه‌ها این آکادمی رایتینگ سابمیشن همین چیزی هست که گفتم اس او پی و مثلا ترجماتی اینا باید باشه.
و میتونید ترکیبی از اینا باشه، حالا هر جوری یکی بذارید. البته دکترا فکر میکنم، یعنی فکر میکنم که نه، قاعدتا باید تحقیقاتی داشته باشه کسی که میخواد برای مقطع دکترا اقدام کنه، چون اون دیگه با پایان نام نوشتن و مقاله نوشتن آشنا شده، ازش انتظار میره. ولی کسی که میخواد برای مقطع لیسانس و ارشد اقدام کنه، خب انتظار نیست ازش بلد باشه مثلا مقاله نوشتن کنه. ولی خب اگه بتونه یه طرح خوب ارائه بده، خب معلومه امتیاز بیشتری داره. خب بچه این شرایط هست که میتونید بارتون بکنید. اینجا میبینید نوشته Start your CEU online application، اینو کلیک میکنیم، وارد این صفحه میشه. این بچه ها برای لاگینه. مثلا شما ثبت نام کردین، یه بخشی از اپلیکیشن رو پر کردین، حالا مثلا اومدی ادامهش بکن، خب لاگین میکنه اگه ثبت نام قبلا کردی. اگه نه، تازه اومدی ثبت نام کنی، اگه میخوای لاگین کنی اینا رو می‌نویسی، می‌ذاری لاگین. اگه میخوای تازه ثبت کنی، می‌ذاری نیو یوزر. و اینجا بچه اسمتون رو وارد میکنین، نگاه کنین همین چیز ساده، ترنسلیت هم کنین، میاره که چی خواسته ازتون. ترنسلیت که کنین بچه، اگه اینجا نداره میتونید زبان فارسی بذارید، هیچ مشکلی نداره. من خب دیگه گذاشتم. اون فرست نیم هست، مثلا ما مثلا بچه من الان چی بزنم، مثلا میزنم ابراهیم هست. بچه و اینم بگم، خواهشاً مطابق چی هستن، مطابق پاسپورت بنویسین. یعنی اگه تو پاسپورتتون به حروف بزرگ نوشتید، شما با هم حروف بنویسین همه. مثلا ابراهیم، مثلا این بچه نام میانیه که فکر نمی‌کنم کسی داشته باشه، و نام خانوادگی وارد میکنیم، مثلا میزنیم جوکار، مثلا اه، تاریخ تولد رو مثلا من میزنم سال 2000 10 مارس مثلا 2000. و شهروندی هست که مثلا میبینید بچه ها خیلی کشور داره، من از ایران. خیلی اینجا بچه ها آدرس ایمیل وارد میکنیم، که حالا من آدرس ایمیل رو وارد میکنم اینجا، همون آدرس ایمیل یک بار دیگه اینجا وارد میکنیم. اینجا هم پسورد رو وارد میکنیم با این شرایطی که گفته، باید حداقل 8 کاراکتر باشه و حروف کوچیک و بزرگ و یه حروف خاص، مثلا مثل هشتگ و نمیدونم ادسان و اینا مثلا داخلش، مثلا علامت دلار و اینا یه حروف خاص هم داخلش باشه. این طبق شرایط پسورد رو وارد میکنیم. اینجا هم دوباره تکرار میکنیم پسورد رو. میاد پایین بچه ها، تیک اینو میزنیم و کرت یوزر رو میزنیم تا ثبت نام بشیم. خب حالا من مشخصات رو وارد میکنم، کرت یوزر رو میزنم براتون. خب بچه ها وقتی کریت رو زدید، وارد یه همچین صفحه ای میشید که اون کورسی رو که میخواین بچه ها اینجا انتخاب میکنین. نگاه کنین دکترا، ارشد و لیسانس. من میزنم مثلا ارشد. بچه این راسموس و اینا که بچه ها نوشته، اینا یه برنامه های دیگه هست که مربوط به یه بورسی دیگه که بعدها یعنی یه زمان دیگه الان ارائه میشه. شما باید یکی از این سه تا انتخاب کنید، یا لیسانس یا ارشد یا دکترا. اینا و مدارکیه که مدرک نیست، یعنی یه چیزایی نیست. و اینجا میزنیم بشه سال 2025، چون 2024 دیگه داره تموم میشه. 2024 اه، چیزی نیست که شما برید درس بخونید. درس از 2025 سپتامبر شروع میشه، بعد 2025 2026 انتخاب می‌کنید. خب دپارتمنت، من اینجا مثلا من بچه ها میزنم خیلی دارم، روابط بین الملل داره، اقتصاد داره، هم علوم محیط و این چیزا داره، خیلی چیزا داره بچه ها. مثلا مطالعات حقوقی داره. مثلا من دپارتمان، من دیگه چک میکنی یکی یکی بزنیم ببینیم چه رشته‌ای چیزایی داره. مثلا اقتصاد کنم، سرچ میکنم، نگاه کنید داره. الان نگاه کنید چقدر ارشد هست ارائه میده. یه ساله هست، بعد ارشد 2 ساله هست. این بچه مثلا فول تایمه، این پارت تایمه. و حالا اینجا مثلا من دکترا هم بذار تست کنم ببینم دکترا داره مثلا. باید یکی باشه که داره مثلا. آره دکترا هم تو دکترا اقتصادم داره. میان یکی یکی دیگه دانشگاه انتخاب کنن، رشته ها رو انتخاب کنین که ببینین اون رشته مورد علاقتون هست توش. یعنی حالا من همین ارشد مثلا میذارم، دوباره مثلا همین اقتصاد که رو میزنم، فایننس. و سعی کنید بچه‌ها بورسیه هم معمولا به بچهای فول تایم میدن، به پارت تایم نمیدن. دیگه سعی کنید فول تایم ها رو انتخاب کنید، نه پارت تایم ها رو. مثلا میذارم همین فایننس فول تایم. اینا نگاه کنید دقیقا همین چیز رو نوشته و شروع هم نوشته سپتامبر 2025، یعنی سال دیگه.
و میزنم اپلای و استارت اپلیکیشن. بچه ها نگاه کنیم، خیلی پنل ساده ای. یعنی شما بعد از حالا روسیه بعدی که میخواد میریم تو دانشگاهشون، اصلا انقدر پیچیده است، نمیدونم دکمه معذرت میخوام اصلا اپلای پیدا نمیکنه. این میگه فقط این مش توضیح داده، این مش چی نوشته، یه مقدارش مال پارسال آپدیت نشده، یه مقدارش مثلا مال نوشته 2 سال شروع میشه. تو اصلا دکمه رو پیدا نمیکنی. بعد وقتی میری داخل میبینی پنلش میرسن پنل ناجالبی به هم ریخته، اصلا چی میشه، پنل خیلی ساده. من خودم یعنی اگه واقعا مسئولیت داشتم توی هر کدوم از دانشگاهی که این پنل رو داره، واقعا اولین کاری که پنل سوار کرد، پنل خیلی اه، پیچیده و داخل بر هم و پنلی که زیبا هم شدن انگیزش هم اول کار از بین میبره. ولی الان پنل خوبی داره. این اولیش بچه اطلاعات شخصی است که وارد میکنه. میاد مثلا میزنه آقا من آقا هستم، مثلا اسم اونم هم چیام هم زده، جنسیت، اینا هم که بچه ستاره داره واجبه پر کنی. اینا رو میتونید پر کنین یا نکنین. اینا هیچ چیزی وجود نداره برش حتمی. مثلا من میزنم مثلا آقا، یه بخش داشته رو انتخاب کردم، میزنم مرد، جنسیت هم مرده. این یه زن داره، این مرد داره، یه چیز دیگه داره. بعد رفتیم، بعد اونجا هم بچه هم میان تاریخ تولد و کشور و این چیزا رو دیگه شهروندی انتخاب. این فکر نمی‌کنم چیز خیلی سختی باشه. حالا اینجا بچه ها اینجا نگاه کنید، یه گزینه خیلی جالب گذاشته. نوشته که اه، آیا کارمند این دانشگاهی یا روابط نزدیک، یعنی مثلا آشنات کسی هست که کارمندی دانشگاه باشه یا حتی دانشجوش باشه یا فارغ التحصیلش باشه. این فکر کنم فارغ التحصیل درسته. آره درست. یعنی بچه ها اگر کسی دارید که اونجا دانشجو، شاید حتی دوستتون بتونه براتون کمک بگیره، اگه کسی داریم اگه آشناتون باشه خیلی بهتر که میشناسیمش. و اینجا هم نمیشته آشنا باشه، میشه روابط نزدیکی باشه. حالا داریم البته اینجا توضیح داده، نوشته مثلا اعضای خانواده هست و این چیزا. در هر صورت باشه همسر مثلا نوشته، بچه، پدر مادرت مثلا اگه، یعنی مثلا اگه کسی داری کارمند اینجاست نوشته اینا، بچه یه تخفیف میگیرن. و بذار من یه ترنسلیت هم کنم که دقیقش رو بهتون بگم. آها نگاه کنید بچه نوشته یک تخفیف ما قشنگ. یعنی اگه کسی اونجا داشته باشیم باز این دانشگاه به نفعتون این گزینه رو کار میکنه. میتونیم بزنیم بله، میتونیم بزنیم خیر. خب بعد بله رو اگه زدیم باید مثلا احتمالاً بگیم کی بره. ولی خب ما کسی از اونجایی که هیچ کسی رو اونجا نداره، خیر رو میزنیم برای کسایی که یه کسی اونجا دارن برقرار. دیگه و میای بالا اطلاعات دیگر هم پر میکنیم. اگه شما همین فیلدهای ضروری که خواسته رو پر کنید بچا اینجا تیک سبز میزنه. و شما برای که اپلیکیشن تو سابمیت کنی و بفرستی باید تمام این گزینه‌هایی که مشخص کرده رو تیک سبز بزنید، یعنی اطلاعاتشو کامل بکن تا تیک سبز بشه. خب اینجا بچه ها من بخش دوباره برگردم به زبان انگلیسی. اینجا اطلاعات تماس خیلی ساده، نگاه کنید اصلا خیلی راحت و کاربردی اطلاعات تماستون رو وارد بچه ها اینجا میکنید. اینجا کالیفیکیشنز هست که خدا کنید اینترنت بچه ها آره. اینجا بچه ها اطلاعات تحصیلیتون رو وارد میکنید، کشور و کالج و ام، ام، اون چی میگم بچه، سطحی که بودین، لیسانس بودین، دکترا بودین، ارشدی و معادلش بودین یا چیز دیگه، رشته که بودین، نگاه کن چقدر رشته داره میزنیم دیگه. همه چی بچه ها نوشته. نوشته موضوع پایان نامه اگه که وجود داره، یعنی اگه پایان نامه داشتید بچه ها. هیچ بگم بعضی لیسانس ها تو بعضی از دانشگاه هست که لیسانسشون هم بچه ها پایان نامه می‌نویسن. شما فکر نکنید هر کی لیسانس نداریم چیز رو حتما بدون پایان نامه. بعضی از کشورها اینجوریه کلا، مثلا لیسانس تحقیقاتی هم دارن. ولی چون اکثرا بچه‌ها میدونن روال عادی فقط درس خوندن دارن، یعنی قریب به 90%، و بنابراین هیچ انتظاری وجود نداره و از کسی که لیسانس خونده. پس کسی که میخواد برای ارشد درخواست بده هیچ انتظاری وجود نداره. دکترا خب، مثلا دکترا هم میتونه اینو پر نکنه، ولی واقعا دکترایی که ببخشید با نامه نداره دیگه، دکترایی به نظر من درست حسابی نگیره. خب نوشته بچه‌ها کامل کردیم، میسیم یس مثلا.
تاریخی که شروع کردین درستون و تاریخی که تموم کردین. نگاه کنین اگه کامل هم نکنین، حتی ولی در حال کامل کردین، میتونید بزنین نو و تاریخی که شروع کردین و تاریخی که انتظار دارین تموم بشه و تاریخی که انتظار دارین فارغ التحصیل بشین رو بزنین. ولی خب اگه مرا گرفته باشین خیلی بهتره. میزنین یه تاریخی که شروع کردین، تاریخی که تموم کردین، تاریخی که فارغ التحصیل. معمولا این دوتا یکیه بچه‌ها. این تاریخی که فارغ التحصیل، تاریخی که مدرک رو دسته. مثلا یه نفر مثلا فرض کن 20 شهریور درسش تموم شده، تمام درسش 5 مهر مثلا مدرک تحصیلیشو گرفته. اینجا رو این تاریخی که مدرک گرفتیم تاریخی که درس تموم شده. ولی معمولا برای من که اینجوریه بچه‌ها، این دوتا یکی. ولی حالا دیگه هر چی از تو اطلاعاتتون وارد کنید. اینجا هم همون بچه‌ها، حالا دیپلم دبیرستان اگه برای لیسانسه، اگه برای ارشد لیسانسه، آخرین مدرکی داری رو اینجا آپلود می‌کنی. ریز نمراتی هم که داشتی همش هم با ترجمه باشه اینجا آپلود بچه‌ها می‌کنی، اد می‌کنیم و آپلود می‌کنیم. حالا اطلاعات دیگه جی آری بچه‌ها و جی ام ای تی نگاه کنید چیزی نداشته که واجب باشه پر کنیم، ولی مطمئن باشه برای بعضی از رشته‌ها که نیاز داره مثلا به این قضیه، این یه امتیاز حساب میشه. خب شما مثلا اینجا می‌بینید آقا نو و مثلا اینجا انتخاب میکنین آقا من این آزمون مثلا چیز رو دادم، بچه ها تافل رو دادم، مثلا بچه هم میزنیم تاریخی هم که آزمون دادی و بارگذاری بده و میتونیم بچه ترنسلیت هم کنید. خیلی راحت بیاره چیز هستیم چی داریم میکنم. جزئیات جیاری هست و سایر اسناد. این هم سایر اسنادی هست که میدونیم چیزایی داریم که کمک کننده است. نه اینجا ازتون نخواستیم میتونیم اینجا بارگذاری کنیم. یه امتیازاتی داریم، یه مدارکی داریم. مثلا بچه‌ها اینجا میان مدارکی که اضافه داریم و می‌بینیم شاید امتیاز حساب بشه. کورسای گذروندیم، مدارکی مثلا مهارت‌هایی داریم. نمیدونم مثلا یه مقاله رو توی مجله داخلی مثلا انتشار دادیم، اینجا می‌نویسیم و می‌زنیم اینجا. و این هم گزینه است که اگه یس بزنید دیگه مرگ زمان نمی‌خواد. یعنی نوشته آیا واجد سبب هست که مثلا نخوای مرگ زمان ارائه بدی، یعنی مثلا لیسانس به زبان انگلیسی خوندی که برای ارشد مثلا نخوای ارائه، حالا ارشد تو مثلا انگلیسی خوند، ولی ما با بزنیم نو و اون مرگ زبانی که داریم رو وارد کنیم. واکنین دولینگو هم جزش گذاشته. دولینگوی با شرط این که کمتر از یک سال و با اون نمره‌ای که گفته بود گرفته باشی. یعنی اگر یک سال بیشتر دولینگو گذشته هیچ فایده ای نداره، ولی برای تافل آیلتس 2 سال جا داره. اینم بچه‌ها کامل کنید که سرچ می‌کنه. اینجا نوشته تجربه اکسپریانس، پروفشنال اکسپریانس بچه‌ها. خب نوشته الان بچه‌ها داریم کار می‌کنیم، مثلا یس نو میزنید یس یا نو. خب اینجا بچه‌ها سی وی تون، جایی که وارد رزومه و سی وی تون رو وارد کنید اینجاست. و اینجا زده که آیا قبلا کاری انجام میدادی که الان با فیلدی که میخوای انتخاب کنی مرتبط باشه. مثلا توی شرکتی شما کارآموز مثلا فرض کن بخش حقوقش بودی، برام کار رشته حقوق انتخاب کنی، معلوم مرتبط. و اصلا اگه یک جایی کاری هم میکردی که حالا مرتبط، تو اگه ولی سابقه کاری داری که حتی کارآموزی یه سا بزن و اسم اون شرکت و حالا اون چیه مثلا جایی که هست شرکت و عنوان شغلی که داشته شروع زمان که شروع کردی به کار تو زمان که تموم شده رو بزن. اشکال نداره اگه داشتی سابقه. اگه ندارم خب بزن نه، هیچ مشکلی نیست. ولی دارم میگم بچه‌ها هر کدوم از فیلدها رو که بتونید و خیلی صادقانه بچه‌ها، چون اینا فکر میکنم مصاحبه داره وقتی انتخاب بشید میری برای مسابقه و اینا ازتون سوال میشه و اونجا انقدر سوالا ممکن تخصص بپرسن بس که داره کسی که باهاتون مسابقه کنه. اگر یک جایی رو دروغ گفته باشید یا خدای نکرده اضافه نوشته باشید، اینا بچه‌ها متوجه میشن و اونجا یقتون رو میگیرن و خیلی راحت ریجکت میشه. پس این کارو نکنید. صادقانه هر چی دارین بنویسین و فرصت هم زیاده، شما میتونید مدارک رو جمع آورید. و اینجا نوشته شد داکیومنت هایی که با آپلود کنین رو بذارید و نگاه کنید SOP Statement of Purpose اینجا بارگذاری میکنید. اون SOP که بود گفتم میای اینجا با این شرایط که باید در سر 2 مگابایت باشه رو و رمزی هم نه رو فایل باشه، یعنی فایل نذاریم بچه این که رمز داشته باشه نتونه هر کسی داشته. میاد اینجا بارگذاری میکنید و می مرحله بعد که اگه بچه‌ها گفتن دکتر مثلا یه طرح گفتن اینو بذارم خیلی بهتره. ارشد هم همینطور امتیاز بچه‌ها اینا مطمئنش امتیاز داره، ولی برای ارشد لیسانس همون SOP کفایت میکنه. حالا اینجا بچه‌ها میایم اون
دو تا توصیه نامه ای رو که میخوایم داشته باشیم، توصیه نامه از این دو تا. اون عناوینی که کسایی که قراره بهتون توصیه نامه رو بدن اینجا می‌نویسید، انتخاب میکنه، مثلا میگین آقا بهشون دکتر هستن مثلا یا پروفسور هستن هر چیزی، اینجا اسمشون و مشخصات پوزیشنشون رو میزنید، چیکار مثلا اسیستنت پروفسور مثلا یا اسیستنت پروفسور، و اینجا مثلا میزنید بچه این نوشته، بچه نگاه کنید نوشته اینستیتوشن و کمپانی، یعنی شما هم میتونه اون کسی که توصیت میکنه از دانشگاه باشه، هم از مثلا محل کاری که بودید. و بچه یه چیزی من بهتون بگم، اینجا ایمیلشو کشورشو میزنید، چون خب شاید مثلا یکی بچه ایرانی باشه ولی مثلا دانشگاهی که تو لیسانسش خونده دانشگاه خارجی باشه، من با خارجی ها برش چیز کنم، چیز بزنم توصیه نام بزنم. و حالا من خواستم بچه اینو بهتون بگم، اه، اولا اینکه بچه اگه مثلا توی دانشگاه درس کنیم، مثلا فرض کن دانشگاه مثلا من فرض مثلا مثال میزنم دانشگاه اصفهان درس کنم، اگه مثلا من بخش حقوق بچه ها درس خوندم، یعنی مثلا دانشگاه اصفهان لیسانس حقوق گرفتم، اینو خارجی ها متوجه نمیشه. شما میتونین مثلا بریم فرض کنیم استادی میشناسین، حالا یا دوستتون مثلا توی رشته دیگه درس می‌خونه یا استاد پایه تری داره، بریم از استاد اون بخش توصیه نامه بگیریم، یعنی یه توصیه نامه متنی آماده کنیم، مثلا ما میتونیم براتون انجام بدیم، اون بره مثلا مهرش کنه. و خارجی ها اینو متوجه نمیشن، یعنی صرف این که از اون دانشگاهتون باشه کافیه، حالا اگه از بخششتون هم نباشه اشکالی نداره. چون ایمیل آکادمیکی که دارید مثلا اینجا وارد میکنید، ایمیل اون دانشگاه میگه، حالا اون خارجی نمیاد بفهمه استادی که شما براتون توصیه نامه زده آیا واقعا استاد بخش شما بوده یا استاد مثلا یه بخش دیگه هست. مگه خود استاد تو توصیه نامه نیست که نباید این کار کنه. شما مثلا بگید استاد فلان از بخش ما هست مثلا، و یعنی استادی آخرش که میخواد می‌نویسه مثلا من فلانی هم مثلا دکتر فلانی مثلا بخش فلان، باید بخش شما رو بنویسه. چه من این بچه دارم گلمو پاره میکنم میگم، چون بعضی از استادا خودم به چشم خودم دیدم، مخصوصا بچه تو دانشگاه دولتی خیلی بیشتر، نمیدونم چرا انگار زورشون میاد برای شما توصیه نامه بزنن. من باشم کمک میکنم به دانشجو، ولی بعضی از استادا متاسفانه دیگه اینجوری ان، مثلا یه جورایی میگه نه، یه جوری سوال پیچیتو میکنه کجا میخوای بری کنن، مثلا تو یه توصیه نامه بده خاصت میکنه. و اینجا ایمیل شخصی استادم میتونه باشه، خب هرچی ایمیل آکادمیک در بشه معتبرتر، اینو میفرستن به ایمیل که اینجا بچه هم میزنید، میره به ایمیل استادی که زدید، اون استاد با توصیه نامه رو بنویسه، یا از قبل داره اوکی، اون ایمیلی که براش رو لینکی که تو اون ایمیل میره کلیک میکنه، وارد صفحه میشه که با توصیه نامه رو بارگذاری کنه. اون توصیه نامه که براتون نوشته رو اونجا استاد بارگذاری میکنه. دو نفرم نیاز داره، نگاه کنید دو نفر حداقل نیاز داره. ولی گفته که از محل کارم میتونه باشه، یعنی لزوم نداره دو نفر که توصیه میکنن از فقط دانشگاه باشه. میتونی مثلا اگه می‌بینی یه نفر تو دانشگاه داره، یک تو محل کاری که قبلا داشته کار می‌کرد، میتونی بریم اون رو پیدا کنی و از هر کدومش یه توصیه بگیر. اینم باشه که پر کنین دوباره تیکه سر میدن درست پر کنین. مسئله بچه فاندینگ هست، این خیلی مهمه، شما اینو حتما با بزنی یس، چون اگه نو بزنی یعنی اصلا من نیومدم اینجا برای بورسیه، اینو با بزنی یس، اینو که زنی یس نگاه کنم مثلا این یکی که من درست پر کردم دیگه همون یه دونه چی بود یس و نو بهش زدم ثبت شد. هر چی رو بچه‌ها درست پر کنید ثبت بشه، میرسیم دیگه مرحله آخر که همون سابمیشن است. بازم میگم بچه‌ها من اگه تلفظ انگلیسی بده چند ویدیو قبلی دزدیدم، عذرخواهی میکنم. حالا امیدوارم مفهوم خوب بزنم. این نوشته در مورد این دانشگاه چجوری شنیدی و اه، چه چیزی بیشتر در مورد دانشگاه تو رو جذب کرد، مثلا فرض کن مثلا چی مثلا محلش بوده، مثلا چون او تو مجارستان خیلی عالیه، اه، حمایت از دانشجوهاش، کمک های مالیش بوده مثلا، چیه این دانشگاه تو رو بیشتر جذب کرده و در موردش چجوری شد، اینا هم میزنی، اینا دیگه اصلا چیز مهمی نیست بچه‌ها، هر یه چیزی فقط بنویس بزنی. این هم یه چیزی نوشته که شما باید دیگه بگید آره من موافقم و تیکشو میزنی و سابمیت میدی. الان من بزنم قبول نمیکنه بچه‌ها، چون نگاه کن اینا رو پر نکردم، ولی وقتی اینا رو پر کنم اینا سابمیشو بزنی اه، دیگه اوکی است، یعنی هیچ مشکلی نیست و ارسال میشه. اگر هم میدونی یه چیزایی مثلا الان پر کردی، یه چیزایی باید بعدا کامل کنی، اشکال نداره میبندی لاگ اوت میکنی، بعدا یا لاگین میکنی یه چیزای دیگه هم پر میکنی. یعنی شما برای سابمیت کردن تا 4 فوریه 2025 16 بهمن وقت داری.
نیازی نیست مثلا اگه حالا یه روز مثلا اومدی داخل پنل دیدی مثلا من یه چیز رو ندارم یادم رفته، الان حتما باید مثلا سابمیت کنم؟ نه، برو چند روز دیگه بیا مرک تو بذار و سابمیت کن. دیگه بچه‌ها چیز دیگه نداره. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین و اگر هم سوال دارین لطفا تو کامنت ها بنویسین، حالا چه یوتیوب چه اینستاگرام. و میتونیم تو دایرکت اینستاگرام اگه سوال دارین یا تلگرام یه گروه پشتیبانی از پیام بدیم، سوالی دارین چیزی ها مشاوره ای میخواین خدمات دوست دارین رد انجام شه، ما در خدمتتون. امیدوارم از این روسیه توضیح امروز لذت برده باشین. عذرخواهی میکنم به خاطر قحطی کلامایی که پیش میاد. من معمولا توضیح دادن بچه خیلی خوب نیستم متاسفانه، خیلی اه، قطع وصل میشه کلامم و حالا اگه چیزی بوده واسه نگم چون بازم عذرخواهی میکنم، روز خوبی داشته باشین.